مادر آلو خرید و خواست که بعد از خوراکی نصف روزی و فرزندانش دهد. آلو را شسته به طبقچه گذاشت و آنیا دید که در طبقچه آلوهای بسیارند و یک دانه آلو را گرفته مزه کرده خورد. مادر آمد دید در طبقچه یک دانه آلو نیست و رفته به پدرش خبر داد. پدر گفت فرزندانم، آی فرزندانم، کنی بگوید که یک دانه آلو را خورد؟ همه گفتند نه ما نخوردیم. وانیا گفت من هم نخوردم پدر جون. پدر جواب داد شخصی که آلو را خورده باشد حتما میمیرد. وانیا گریه کرده گفت پدر جان من آلو را خوردم و دانه کش را باشد از